سلام بچه ها، خوش اومدید به این قسمت 22. آریان هستم و تو این قسمت قرار یکی از مباحث مهمی رو با هم کار کنیم به نام فرمت کردن متن‌ها. اول یه توضیح کلی بهش در موردش میدم، بعدش میریم سراغ توضیحات و خود کد نویسی که داخل پایتون رو یاد بگیریم. یادمونه تو قسمت‌های اول وقتی میمدیم اینپوت میگرفتیم از کاربر و داخل یک متغیر میریختیم، میخواستیم اونو خروجی بدیم، میمدیم پرینت میکردیم خود ریزالتی که از اینپوت گرفتیم رو و در ادامهش میمدیم اون ریزالت رو تو پرینت میذاشتیم و میمدیم با کاما ورودی های دیگر رو جدا میکردیم. فکر کنید این برگه خروجیه که ما میخوایم به کاربر بدیم به عنوان یک متن. خب این برگه اول رو میدیم، یک اطلاعات دیگه رو در ادامه خروجی میدیم. حالا میخوایم یک سری اطلاعات توی همین برگه رو داینامیک کنیم یا اطلاعات توی خود همین برگه رو به عنوان یک متن بخوایم تغییر بدیم. حالا منظورم چیه؟ اصلا شما وقتی میایید خروجی اینپوت رو داخل یک متغیر به نام ریزالت میریزید، یک متن کامل رو داخل ریزالت ریختید. حالا میخواید روی همون متنتون یه سری تغییراتی اعمال کنید، یه سری تغییراتی خود اون متن رو بدید. الان داخل کد میبینیم. ببینید ما میمدیم میگفتیم ریزالت مساوی اینپوت یه چیزی، بعد میگفتیم پرینت کن ریزالت کاما ایز مثلا میگیم یک شخص خوبیه. حالا اجرا میگیریم، مثلا مینویسیم علی، نوشت علی is a good person. دیدید که اینجا ما با کاما ورودی ها رو از هم، خروجی ها رو از هم جدا کردیم. اینجا ریزالت، اینجا ایز، اینجا a good person و خودش فاصله انداخته بین اینا، خودش بین اطلاعات اینجا فاصله انداخته و خودش یک چیزی رو خروجی داده. به این حالتی که ما متغیرها رو جدا از هم ریختیم. حالا اگه ما بخوایم خود ریزالت رو تغییر بدیم و اطلاعاتش رو، یک سری کلماتش رو جابجا کنیم یا یک سری کلماتش رو از خارج بهش وارد بکنیم، 4 تا راه داریم. به ترتیب این 4 تا راه رو با هم دیگه میریم جلو و نتیجه رو خودتون میبینید. خب اول که میام اینجا مینویسم is a good person. خب اینم ریزالت ورودی ما هست که در مورد اسم کاربر گرفتیم. به این صورت. خب اینجا اومدیم اسم کاربر رو گرفتیم، داخل ریزالت ریختیم. حالا میخوایم داخل این متن یک سری کار روش انجام بدیم. حالت اول یا همون ریپلیس، مثلا فکر کنید نوشته علی is a good person. میخوایم علی جایگزین بشه. ببینید اول اینو من اجرا میگیرم. خب سیو شد. من هر چیزی بزنم مهم نیست. اینجا میاد علی رو به من خروجی میده، یعنی میگه علی is a good person. حالا میخوام علی جایگزین بشه با اسمی که ما اینجا وارد کردیم. میام مینویسم replace علی با ریزالت. به این صورت اجرا میگیرم. میگه اسمت چیه؟ مثلا میگم آریان. دیدید که جایگزین شد آریان is a good person. اینجا آمدیم گفتیم dot replace یکی از متد هاست که بهتر بود توی این جلسه گفته بشه و تو جلسه خود متد های متنی گفته نشه، چون خیلی کاربردش به این بخش مربوطه. خب اومدم گفتم علی is a good person و اومدم گفتم replace کن، جایگزین کن علی رو با ریزالت که ما اینجا ورودی گرفتیم از کاربرمون. میاد علی رو بر میداره، ریزالت ما رو میذاره اینجا. این شد از حالت اول یا ریپلیسی که در موردش توضیح دادم. اینجا ریپلیس میاد متن رو برمیگردونه. خب یعنی نمیاد روی خود متن تغییرات ایجاد کنه، میاد متن رو برمیگردونه یا ریترن میکنه. تو جلسات تابع اینو گفتم. این یعنی چی؟ یعنی ریپلیس اومده یک متنی رو برگردونده و در نهایت کل این عبارت ما خودش یک متن بازم، یعنی بازم میتونیم در ادامهش بزنیم دات ریپلیس. وقتی دوباره ما متن داده میتونیم از متدهای متنی استفاده کنیم. الان دوباره میام میگم گود رو با بد ریپلیس کن. الان مثلا اسم رو میذاریم رضا is a bad person. هم اومد گود رو ریپلیس کرد هم اسم رو ریپلیس کرد.
خب این از ریپلیس. مورد بعدی یا اف استرینگ ها کاربردشون خیلی زیاده و ما یکی از مهمتریناشون رو الان با هم صحبت میکنیم. خب اینجا میگم is a good person replace دیگه پاک میکنیم. اول اسم طرف رو میپرسیم. اینجا میگم is your name، اسم شما اینه. حالا میخوایم اسم کاربر بیاد در این اول قرار بگیره. یه آکولاد باز و بسته میذارم یا کرلی براکت میذارم اینجا به این صورت. قبل متنم یه اف میذارم. الان وارد حالت اف استرینگ ها شدیم. تو این حالت اسم متغیرم رو اینجا میذارم و الان اجرا میکنم. میگه اسمت چیه؟ میگم علی. نوشت علی is your name. اومدم گفتم اف استرینگ یه اف میذاریم قبل خود متنمون که میتونه تک کد باشه یا دابل کد باشه، تک یا دابل. و اومدم یک کرلی براکت باز و بسته گذاشتم و ریزالت رو داخل اون گذاشتم. متغیرم رو وسط اون بخش گذاشتم به این صورت و پایتون میاد وقتی چون این حالتی رو میبینه که قبلش اف استرینگه، نتیجه متغیر رو اینجا میذاره جای اون ریزالتی که ما گذاشتیم داخل متن. میاد ریزالت رو برمیداره، نتیجهش اونجا میذاره، مثل علی که اینجا ما ورودی دادیم و اینجا ما خروجیشو نشون داد. این از اف استرینگ ها. حالت بعدی که خیلی شبیه همین موضوعه بهش میگن فرمت استرینگ. میایم اف رو پاک میکنیم و اینجا میگم is your age. میام سن کاربرم میگیرم. الان نتیجه اسمشو و سنشو ما داریم. اسم و سن. is your name is your age. حالا میخوایم متغیرهامونو جای اینا بذاریم. به چه صورته؟ میام بعدش میزنم دات فرمت، یکی از متدهای متنی ماه، و به ترتیب از اول پر میکنم. اولی نیم مینویسم نیم، کاما، بعدی ایج مینویسم ایج. این متد هم یک چیزی رو برمیگردونه. اسم چیه؟ علی، سن 32. علی is your name، 32 is your age. به این صورت میاد نیم رو میذاره اینجا، ایج رو میذاره اینجا. حالا شاید بخوایم ترتیب رو عوض کنیم. چیکار میکنیم؟ میگم این یکمیه، این صفرومیه طبق ایندکس بندی. الان اجرا میگیریم ببینیم چی میشه. میگه اسمت چیه؟ میگم آریان. سنت میگم 20. ببینید جابجا کرد جاشونو. گفت 20 is your name، آریان is your age. اومد جای اون دوتا رو تعویض کرد. یعنی ترتیبی که ما اینجا زدیم بر این اساس چیده شد 0 1. 0 یا همون اولی، 1 یا همون دومی. این از حالت فرمت. و حالت آخر که بهش درصد هم میگن، با درصد میایم انجام میدیم به این صورته. در سطح فعلی فقط من 3 تاشو میگم. تو حالت پیشرفته، تو تدریس‌های پیشرفته تر کامل بررسی میکنم. حالت D، F و S. D یا همون دیجیت، اعداد صحیح هن یا همون اینتیجر. F میشه فلوت، S میشه متن. حالا به چه صورت؟ میام مینویسم اول که اینو میایم متن به صورت عددی در میاریم، اینتیجر. یه قدم اضافه میکنیم به صورت فلوت. What is خب حالا میگم اسمت درصد اس به عنوان متن تو، درصد اس همون استرینگ به عنوان متنه. is your age به عنوان عدد، درصد D، حالا درصد F is your یا قدت. و بعدش میام درصد میذارم و به ترتیب داخل یه پرانتز اینا رو مینویسم. name age height. خب اجرا میکنم. میگه اسمت چیه؟ آریان. چند سالته؟ 19. قدت چنده؟ 181. خب دیدید که گفت آریان is your name، اسم منو گذاشت. 19 is your age، سن منو گذاشت. و قد منو به صورت اعشاری گذاشت. این یکم بزرگتر میکنم. دیدید که قد منو به صورت اعشاری اینجا قرار داد. الان دوباره اجرا میگیرم اینو. مثلا میگم
علی 39 ساله، قد 181.3. خب دیدی که به این صورت علی is your name، 39 is your age، 181.3 is your height یا قد شما. به این صورت میتونیم 3 نوع دیتا رو که من این بخش رو اضافه بکنم، 3 نوع دیتا رو درصد S، درصد D و درصد F به ترتیب متن، عدد صحیح و عدد اعشاری رو میتونیم داخل متنمون فرمت کنیم که داخل متنمون تغییر بدیم. پس یه مرور کلی میکنم. حالت اگه گفتیم ریپلیس بود، بعدش اومدیم F string رو گفتیم، بعدش اومدیم فرمت رو گفتیم، بعدش هم اومدیم حالت درصد رو گفتیم. این 4 تا راهه که ما میتونیم متن‌ها رو باهاش تغییر بدیم، ویرایش کنیم، یک سری چیزها رو اضافه بکنیم. یه حالت دیگه هم مونده که تو بحث اپراتورها میشد گفت ولی خب خیلی زود بود. حالت جمع. مثلا فکر کنید میخوام بگم علی and رضا. خب تو این حالت میبینید که خودش اینا رو من پاک میکنم، خودش میاد اینا رو میچسبونه پشت هم. حالا اگه ما خودمون بخوایم این کار انجام بدیم چطور؟ فکر کنید ما نمیخوایم پرینت کنیم چون این حالت برای پرینته. فکر کنید میخوایم داخل دیتابیس سیو کنیم، یک جایی ذخیره کنیم، به یک کاربری نشون بدیم. برای اینکه خودمون این کار انجام بدیم از اپراتور به اضافه استفاده میکنیم. به اضافه واسه عددا دقیقاً کار جمع انجام میداد، ولی واسه متن‌ها میاد اونا رو میچسبونه به هم دیگه. الان خروجی ببینید نوشت علی اند رضا، ولی دیگه فاصله نمیندازه. فاصله‌شو خودمون باید انجام بدیم. مثلا اینجا و اینجا رو فاصله میدیم و اجرا میکنیم، میبینید علی و رضا رو چسبونده به. این از یک حالت دیگه برای تغییرات متنی. و حالت بعدم حالت ضرب در 3. دیدید که 3 بار تکرار میکنه متن. وقتی یک متنی رو ضرب در 3 کنید از اون متن تکرار میشه. و این از این جلسه. یه دور دیگه کلیات رو من بنویسم اینجا. حالت اول که اومدیم گفتیم حالت ریپلیس بود برای جایگزین کردن متن. بعد اومدم F string رو گفتم، بعد فرمت رو گفتم، بعد درصد رو گفتم، بعد اپراتورهای جمع و ضرب رو گفتم که با این حالت‌ها میتونید خیلی از کارهای کاربردی رو روی متن انجام بدید. مثلا متغیرهاتون رو داخل متن بذارید، متنتون رو جایگزین کنید، یک سری ویژگی‌ها رو عوض بکنید داخلش. اگه جلسه متدهای متنی رو ندیدید لینکش این بالا میاد و اگه برای اولین باره که دارید این کانال رو میبینید حتما برید از جلسه 1 آموزش پایتون مقدماتی رو شروع کنید و این از کلیات. امیدوارم هر جا هستید موفق باشید. فعلا خدا نگهدار.